به نام خدا با جلسه دهم آموزش خط و زبان فارسی در خدمت شما هستیم. عزیزان، در این جلسه 3 حرف جدید به شما یاد میدم که بسیار کاربردی است و با اون حرف‌های قبلی بسیار میتونید واژه‌های بهتر و جدیدتری بسازید. حرف او، حرف ف که این هم به صورت چسبان و غیر چسبان هست و حرف پ که این هم 2 شکل داره که باز 3 نقطه داره که من میتونم این 3 نقطه رو این شکلی بنویسم. خب حالا تمرین میکنیم برای واژه ساختن. پاک، پا، پاداش، توپ، تور، فردا. حالا تفاوت او ا، پوست، اینجا او داریم، حالا این او تبدیل میشه به او. پست و او تبدیل میشه به ا. پست. این واژه ها هر کدوم یک معنای متفاوت داره. پشت، پسته، پیر، پیاده، پیاده، پشم که باز این رو این شکلی هم میتونم بنویسم. کفش. حالا جمله می نویسم: کودک کفش دارد. نقطه. کودک کفش دارد. فرش. باز جمله: مادر فرش می شوید. شما هم تمرین کنید و واژه‌های جدید بسازید. تا جلسه آینده، خدا نگهدارتون.